عزیز سوال کرده که آیا وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش می رود اونها می فهمند؟ بله برادر عزیز، وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش به یعنی دعا کردن قبر پدر و مادرش می رود، البته اونها می فهمند که یعنی آمده است دعا کرده است. در روایت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی زیارت اهل بقیع قبرستان می رفتند یعنی ابتدا سلام می دادن. این سنت است برای انسان که وقتی رفت حضرت می گفتند که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و اینا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. یعنی حضرت سلام می گفتن برای اونها و به سوی اونها می گفتن که شما یعنی پیشتر آمده به نزدیک ان شاء الله ما هم به شما می پیوندیم. از خداوند طلب دارم برای شما و برای یعنی خودم عافیت را، تندرستی و نجات و یعنی رحمت پروردگار را گفته حضرت یعنی که برای اهل قبرستان میگفتن. این خودش در روایت دیگه اومده است که السلام علیکم اهل القبور گفته ای صاحبی قبر، ای اهل قبر گفته. در دیگر روایت هم این چنین آمده است. این روایت ترمذی است، روایت اولش امام مسلم بود. یعنی که جناب پیغمبر برای اهل قبرستان سلام میگفتن، البته وقتی سلام گفته شد اونها حتما میشنوند. به این خاطر وقتی انسان سر قبر پدرش رفت دعا کرد سلام گفت، سلامی و یا دعای و یعنی و پدرش میشنوند.